3 سال پیش که اومدم اینجا این ماهی رو دیدم، با خودم گفتم که این چه بیماری داره، بدنش تو چه مشکلی شده. نکنه یه بیماری شبیه سرطان داره که نمیتونه درمان بشه و اینجا هم هیچ کس متوجه دردش نیست. نکنه بیماریش پیشرفت کنه. نکنه یه بیماری داشته باشه که به بقیه ماهیا سرایت کنه و حال بقیه رو بد بکنه. و همه اینجور چیزا تو ذهن من اومد. الان بعد از 3 سال دارم نگاه میکنم، میبینم نه ماهیای دیگه سلامتشون به خطر افتاده، نه خودش مرده، نه هیچ کدوم از اون اتفاقای منفی که من فکر میکردم ممکنه بیفته افتاده. میخوام بگم بعضی وقتا ذهن ما یه سری وراجی های میکنه، یه سری حرفای میزنه که هیچ کدومش ممکنه به واقعیت نپیونده، ولی ما هیچ وقت در نظر نمیگیریم که اینا فقط گفته ذهن منه، اینا فقط فکرای منه. خیلی اوقات فکر میکنیم اینی که ذهن من بهم گفت دیگه کلا واقعیته.